أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. يا حسين اخرج إلى العراق، إن الله شاء أن يراك فتيلا و یراهن سبایا. امروز روز عاشورا روز بسیار عظیمی است و دلیلش اینه روایاتی که در فضیلت این روز و اجر و پاداش این روز وارد شده است در هیچ باب مستحباتی وارد نشده. هر حرکتی و خطوه‌ای در روز عاشورا جهت سوگواری براش اجر حساب کردن. امام صادق فرمود رحم الله من احیا امرنا. بعد که فضیل بن یسار گفت فضیل اگر کسی در حق جد من امام حسین یک دانه اشک به قدر پر مگس از چشم او خارج شود، خداوند متعال گناهان او رو میبخشد، ولو این که به اندازه کف دریا باشد. قضیه چیه؟ چون خداوند متعال این مقام رو و این عظمت رو به سید الشهدا داد؟ سید الشهدا چه کرده برای دین؟ بعد از اینکه پیامبر اکرم رحلت کردن، اینا در صحیفه جمع شدن. به جای اینکه بروند قبر پیامبر رو تعیین کنند، تشییع جنازه پیامبر رو با عظمت برگزار کنند، رفتن صحیفه نقشه کشیدن. آنچه که پیامبر اکرم به واسطه وحی به نص قرآن کریم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون زیر پا گذاشتن، برخلاف اون عمل کردن. و امیرالمؤمنین روحی له الفدا مشغول تجهیز پیامبر بود. خود عامه نقل میکنند که اولی و دومی و عایشه اصلا از تشییع جنازه پیامبر خبر نداشتند و شرکت نکردند. بعد از اون اول نقشه کشیدند. حسبنا کتاب الله. شما این احادیث رو به دروغ خواه. این احادیث پیامبر رو اگر نقل کنید ممکن است با قرآن مخلوط شود، مردم اشتباه کنند. اینا هدفشون این بود. اگر احادیث پیامبر نقل میشد مردم حقیقت رو میفهمیدن. پیامبر در مواطن مختلف میفرمود هذا خلیفتی و وصی من بعدی. در مواطن مختلف میفرمود بضعتی من آذاها فقط آذانی. کتاب فاطمه زهرا. اینا میخواستن تمام این حقایق رو از بین ببرن تا به ریاست دنیاشون برسن. لذا هر کسی حدیث نبود، هر کسی کلامی از پیامبر رو برای مردم بیان میکرد یا تبعیدش میکردن یا اون رو میکشتن یا مال و منالش رو ازش میگرفتن و عده‌ای کمی توانستن حق رو ادا کنن. اونام کیا؟ افراد بسیار کم که اینها رو متشکل کردن. پیامبر فرمود یا علی اگر 10 نفر با تو ایستادن بجنگ، حق رو بگو، اما اگر با تو نایستادن
صبر کن، خانه بنشین. تاریخ میگه 3 نفر، 4 نفر، 6 نفر بیشتر با امیرالمومنین نماندن. اینا نقشه‌شون رو همونجا عملی کردن. هر آنچه به نظرشان میرسید که ریاستشون رو به خطر میاندازد جلوش گرفتن، بدونی که مردم تغییر کرده بودن، مردم عوض شده بودن. اون آیین اصلی که پیامبر به واسطه وحی بر مردم بیان کرده بود از ذهن‌های مردم گرفته بودن. لذا زین العابدین روزی که وقتی اینا وارد شام شدن اصلا مردم را نشناختن، ندونستن که اون ملعون آمد تو مجلس یزید خطاب به سکینه گفت این رو به کنیزه میدهید. اینا آل الله بودن، حق اینا رو همه را از بین برده بودن. یا اون پیرمرد آمد کنار زین العابدین گفت خدا رو شکر میکنم که امیر رو مسلط کرد بر شما. گفت پیرمرد تو قرآن نخوندید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى؟ این مودت در قربا کی است؟ گفت چرا قرآن خوندم؟ گفت این مودت فی القربى من زین العابدینم، فرزند امام حسینم. گفت بابا به ما چون دیگه گفتم. به لذا این رو دین رو تغییر دادن. امیرالمومنین وقتی که به خلافت رسیدن بعد از اون همه ظلمی که ایجاد کردن فرمودن لو استوى القدمای لغیرت اشیاء، اگر قدمهای من استوار میشد یک چیزایی رو تغییر میدادم، اما نمیتوانم. نماز تراویح بخوندن زمان خلافت امیرالمومنین. امام حسن رو فرستاد برو بهشون بگید ما همچین نمازی در اسلام نداریم. رفت مسجد بهشون گفت چه میخوانید؟ گفتن این رو خلیفه دوم به ما داده، ما دست بر نمیداریم، دست بر نداشتن. لذا فرمود کنت امیرا و الیوم صرت مأمورا، من الان باید دین رو برای شما تسلیم کنم. نگذاشتن. امیرالمومنین رو با نقشه در محراب به شهادت رسید. بعد همین ملاعین کاری کرده بودن، مردم سوال میکردن مگر امیرالمومنین نماز میخوان که در محراب رو شهادت رسید؟ کار به اینجا رسیده بود. فاطمه زهرا آمد مسیح رو باز کرد، چهره این اولی و دومی رو به مردم معرفی کرد، رفت خطبه کن، اینها رو به افتضاح کشید. بعد اومدن ملاقات کنن. در ملاقات مصداق بارزه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. رو پیشونی اینا مایزن. خب شما مصداق این آیه قرآنی، شما به دستورات رسول خدا عمل نکردید، آنچه رسول خدا گفته بود برعکس عمل کردید، بعد من رو از خلافت برداشتید، لذا رسالت انجام داد. بعد از اینکه اینها رو معرفی کرد شب و روز گریه میکرد. این شب و روز گریه میکرد، نه اینکه از صبح تا شب تا صبح که بعضیا چون بی سوادن نمیفهمن گفتن مگر فاطمه زهرا بیکار بوده. نه، معناش این که فاطمه زهرا وقت معینی برای گریه نداشت. هر وقت احساس میکرد تکلیف باید ادا شود گریه میکرد. بعد مردم مدینه میگفتن این دختر رسول خدا چه گناهی کرده که باید آنقدر آزار گریه کنند. آمدن در خانه علی بن ابی طالب، آقا چون یا روز گریه کنند یا شب، چون تحت فشار بودن. دختر رسول خدا بود، پیامبر اکرم وقت از جای خود بلند میشد جاش رو به دخترش میداد. الان اصبحت کالخیال، اونقدر ضعیف شده بود از اون ضربه هایی که زده بودن. نوبت به امام حسین رسید. یک کسی باید خارج میشد که دین رو زنده کنه و باید خونش ریخته میشد، همینطور که خدا اراده کرده. لذا در مواطن مختلف هدف خروج خودش رو سید الشهدا تعیین کرده، بیان کرده
که من برای سلطه خارج نمیشم، برای مقام خارج نمیشم، برای ریاست خارج نمیشم. من احساس تکلیف میکنم، احساس میکنم که دینی که رسول الله به واسطه وحی به مردم ابلاغ کرده از بین رفته. هر کار کردن که سید شهدا سازش کنن قبول نکردن. رو همون حرف اول شاء ان یراک قتیلا، شنیدم یه آقایی گفته است که امام حسین چند بار خواسته با عمر بن سعد مذاکره کنند، بشکنه بزنن که خلاف کلام امام حسین صحبت میشه. امام حسین کی میخواست مذاکره کنه؟ امام حسین از اول که حرکت کرد یزید معرفی کرد، رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمه مثلی لا یبایع مثله. دوباره معرفی کرد علی الاسلام السلام اذ بنیت الامه براع مثل یزید. باز معرفی کرده است در راه که می آمدن یک لحظه خوابشون بود، استرجاع کردن. علی اکبر پرسید پدرم چی شده است؟ فرمود دیدم منادی ندا می کند یسیرون مرگم گسترش رو میاد. اینا نشانه آن دارد که امام حسین علیه السلام فقط برای احیای دین رفت. بعد تعبیر کرده است از من از این گردنبند عروس، یا فرمود که اهلی با اصالی تقطعها اصلان الفروا بین نواقیس و کربلا. کسی که برای ریاست بره، برای مذاکره بره، این حرفا رو میزنه. من دارم میبینم بدن من رو تکه تکه میکنم بین نواقیس و کربلا، که نواقیس همین محلی که الان حرمت کنه. سید الشهدا حرکت خودش رو برای مردم بیان کرد که برای چه من حرکت میکنم و هدف من از حرکت چیه و هرچه داشت در راه خدا رو و حماسه‌ای که در کربلا آفرید اسلام رو میوه کرد. دلیلش همین شما رو، همون بچه کوچک شما که هنوز به سن تمیزی نرسیده ولی حسین رو میشناسه. بچه رو میبینید تازه رو پاش بایستاده ولی سینه میزنه. این عشق رو حرارتون فی قلوب المؤمنین لا تمرد ابدا ان لقتل الحسین، برای قتل حسین خدای گرمایی یه رغبتی در انسان قرار داده است، هیچ وقت این از بین نمیره و این رو خدا اراده کرده. رسول اعظم فرمود این اراده خداست و لذا خدا چون امام حسین با خدا معامله کرد، خدا این مقام رو بهش داد، این عزت رو بهش داد و فرمود هر کس به اندازه پرمدست از او قطره عشق در مظلومیت جدم از او خارج شود تزمین بهشته. فرمود کی میخواد فردای قیامت خانش نزد خانه پیامبر باشه؟ کی میخواد فی درجات العلا در بهشت باشه؟ کی میخواد پاک بشه ذنوب العظام؟ همه این بیان امام روحی الهی در روایات. امام حسین با خدا معامله کرد، خدا این مقام رو بهش داد، این عزت رو داد. وظیفه ما در عصر غیبت چیست؟ وظیفه ما این است که این محبت رو عملا ابراز کنیم، چون پیامبر به نص قرآن کریم از ما خواست، ائمه بر اون تأکید کردند و سعادت ما رو موقوف به این عمل کردند. اگر بخواهید سعادت مند بشوید باید این روز رو گرامی بدارید. شیطان قسم خورده است لأغوینهم اجمعین، همه رو من گول میزنم. یکیش تو همین قضیه است. مبادا ببینید بعد از 1377 سال چرا ما ادامه بدیم گریه کنیم، عزاداری کنیم؟
الان فلان کشور فلان جا برسیده، مگه خدا برای چی ما رو خلق کرد؟ خدا برای چی تو این دنیا ما رو قرار داد؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کنن. عبادت، همین عبادت معناش اینه کسی برای رضای خدا کاری رو انجام بدهد و اون کار در راه خدا باشد. یعنی همین اصطلاحش که من فردی که دین رو زنده کرد برای رضای خدایا اون روزش رو گرامی می‌دارم و این فعل من برای توست، در راه توست، برای اینکه دین زنده بماند. اگر شعائر و سید الشهدا از بین برود، دین از بین خواهد رفت. ما 3 تا پایه داریم که دشمن رو همین 3 تا داره کار میکنه و کار کرده. از بدو رحلت پیامبر اکرم یک در قضیه غدیره آمدن تعبیر کردن، توجیه کردن که پیامبر جا نداشت بگه من علی بن ابی طالب رو دوست دارم، تو این بیابون بود، این همه فرصت بود توی مسجد نبی، این همه جای دیگه بود که بگه من محبت دارم، این همه جمعیت رو در اون مکان همه رو جمع کرد، باهاشون صحبت کرد، گرمای سوزان که اخبار میگه، تاریخ میگه اینا لباساشون رو زیر پاهاشون گذاشته بودن از بس که زمین داغ بود. بعد با مردم اتمام حجت کرد، حسان بلند شد اون رو به شدت شعر گفت و خلکه گفتن این نامردان، ولی همینا زیابه شدن، همینا این مطلب رو به مردم جور دیگه القا کردن چون دنبال دنیا بودن. لذا دین اگر بخواد حفظ بشود باید نام امام حسین محفوظ بشه، اونم به واسطه شماست. فردای قیامت از شما سوال میکنن کجا؟ جابر وقتی رفت کربلا، اون زیارت 40 که خدا قسمت همه ما بکند، به عطیه اوفی گفت عطیه ما هم مثل شهدای کربلا عرض کردیم، ما هم در رکاب سید الشهدا بودیم. عطیه بهش گفت جابر کی ما بودیم؟ ما که نبودیم روز عاشورا. خودم شنیدم از رسول خدا، جوانا باز کنید چشاتونو، خودم شنیدم از رسول خدا اگر کسی راضی به عمل قومی شود فردای قیامت خدا با اون عملشون شریکش میکنه، یعنی با اونا محشورشون میکنه. این نیتا و قلبا فردا حرف میزنه روز قیامت. هر چه در دنیا برای اهل بیت تلاش کردی آخرت اجرش خواهید گرفت. مگر نفرمود اون روایت صحیحه که فاطمه زهرا فردای قیامت وارد بهشت نمی شود، میگه خدایا اونا به من خیلی ظلم کردن، خیلی حق من از بین بردن، میخوام امروز قدر من بدانم. خدا امر میکند جبرائیل به فاطمه رو محبینش با خودش ببره، جمع کنه همه رو با خودش ببره. بعد نگاه میرسه یا فاطمه خدا میگه اگر دین شیعه هم نیست اما به شیعه خدمت کرده شفیعش رو، لیوانی به محبت دوبرم شیعه نیست آبی داده باید هست. لذا دنیا دار امتحان است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یکی از عبادت همین شاهده، یک کار برای رضای خدا باشه و در راه خدا. امروز روز بسیار سختی هم برای زینب هم برای سید الشهدا. مناظری در کربلا رخ داد، این که امام میگه لأبقین علیک بدل الدموع دما، چون امام درد میکنه تو کربلا چیزی. این که امام رضا میفرماید ان یوم الحسین اقرح جفوننا، امام میگه چی گذشته. امام رضا میگه انقدر ما گریه کردیم که داخل پلک چشم زخم شد برای مصیبت سید الشهدا. امام زمان میگوید امام معصوم است، میگه آقا من به جای این که عشق بریزم خون میریزم. یعنی شیعیان شما در راه سید الشهدا هر کاری میخواید کنید توانید انجام دهید، فردای قیامت این ذخیرت برای شما.
فردای قیامت این جواب است. آن لحظه‌ای که شما رو در قبر می‌گذارند، ظلمت قبر حسین به فریادتان میرسد. مگر ممکن است شخصیتی مثل حسین دست از محبینش برداره؟ مگر ممکن است اهل بیت اون کسی که در راهشون اشک ریخته، عزاداری کرده، حزن کرده، مجالس پر کرده رهاش کنند؟ امیرالمؤمنین افتخار می‌کند، می‌فرماد لنا شیعه، برای ما شیعیانی هستند، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. شیعیانی هستند برای ما که شادی ما شاد می‌شود و در ایام حزن ما محزونند. امام رضا افتخار می‌کند، امام صادق افتخار می‌کند که خدای شیعیانی برای ما قرار داد که برای ما اشک می‌ریزند. آمد جلو یا صدا زد یا زینب، میخوام ببینم امروز چجوری عرض ادب میکنی، امروز قبرت چجوری نورانی میکنی، امروز چجوری میخوای تسخیر کنی اجر رو. معلوم نیست منو 2 سال دیگه باشیم، اما یادت باشه امام زمان ما اینجا حاضر شدیم، اشک ریختی یاد جدت کرد. آمد کنار خیام یا زینب یا رقیه یا ام کلثوم علیکن من السلام. اصحاب مقاتل میگن آمد سریع سلام کنه بره، اما تا صداش رو بچه ها شنیدن. همه از خیمه ها بیرون دویدن، یکی خودش رو روی بابا انداخت، یکی دست به لباس بابا میکشید، یه نگاهی کرد به زینب، گفت زینب همه اینها رو تو باید اداره کنی. لحظه‌ای نگذشته بود نازدانش آمد جلو، یا ابدا او پدر جان از محمل پایین بیا، بنشین روی زمین، منو در دامن خود قرار بده، دست نوازش بر سر من بکش. دخترم چرا دل پدر رو میسوزانی؟ چه شده است؟ گفت خودم دیدم وقتی مسلم خبر شهادتش رساندم، حلیمه دخترش رو بر زانو نشوندی، دست نوازش کشیدی، پدرم میروی شهید میشد. هنوز چند قدمی نرفته بود، صدای سوزناکی رو شنید، مهلا مهلا یا ابن الزهرا، مهلا مهلا یا ابن الزهرا. برگشتید نازدانش زینب گفت خواهرم مگر نگفتم وارد خیام شوی؟ گفت برادرم کرده وصیت مادرم، هنگام میدان رفتم بوسم به جایش خنجر، آهسته رو آهسته تر. وارد میدان شد، جنگ نمایانی کرد، ولما ضعف عن القتال نیروش کم شد، وقف لیستریح الساعه، ایستاد کمی استراحت کند. امام زمان معذرت میخواست، فضربه رجل بحجر على جبهته، ناگهان سنگی بر پیشانی سید الشهداء اصابت کرد، فسال الدم على وجهه كالميزان، خون جاری شد، تعبیر میکند مثل آب ناودان خون جاری شد. امام زمان معذرت میخوام سیدا، فرفع ثوبه، لباس و بالا زد، لیمسح الدم، تا خون رو پاک کنه. امام زمان رماه آخر بسهم محدد له 3 شعب، تیر 3 شعبه بر قلب سید الشهداء نشست، از بالای عرض به زمین افتاد. اومد صدا زد کارش رو تمام کنی. هر صداش به سید الشهداء میزد، یکی با شمشیر میزد، یکی با نیزه میزد، هر چه دستش بود به سید الشهداء